یه سوال رایج که خیلی از ما میپرسن اینه که اوکتان رو توی هر باک باید استفاده کنیم؟ سوال من از شما اینه: اگر شما چایتون رو با شکر میل کنین، چای بعدی رو شکر نمیریزین؟ از طرفی جواب این سوال بستگی به نوع سوخت و حجم باک ماشین یا موتور شما داره. اگر سوخت استاندارد رو با کیفیت خیلی بالا در اختیار دارین، نیاز به استفاده از این محصول نیست. اما اگر از بنزین معمولی یا سوخت با کیفیت پایین استفاده میکنی، اوکتان بوستر کمک میکنه احتراق کاملتر، استهلاک کمتر و شتاب بیشتری داشته باشی. حالا چقدر باید استفاده کنید؟ میزان استفاده شما به حجم باک شما مربوطه. اوکتان 500 میل برای باک 50 تا 60 لیتر و اوکتان 300 میل برای باک 30 تا 40 لیتر مناسبه. در رابطه با اوکتان موتور هم مناسب باک 20 لیتریه. اما اگر شما موتور شهری تا 10 لیتر دارین، نصفش کافیه. اما اگر موتور ریس و کراس دارین، برای باک 7 تا 10 لیتری بهتره یک عدد کامل ازش استفاده کنین. پس یادت باشه برای ماشین‌های با سوخت معمولی یا موتورهای پرفورمنس، استفاده از اوکتان یک انتخاب هوشمندانه است. اگر سوالی داری برامون کامنت کن.